وقت ندارم، ایده ندارم، نمیدونم که چطوری بدونم که بیام جلوی دوربین تولید محتوا بکنم، چطوری با کمالگراییم کنار بیام. اینا تمام بهونه‌هایی که باعث میشن ما تولید محتوا رو شروع نکنیم و نتونیم حتی قدم‌های اول رو برداریم یا شاید وسط راه ولش بکنیم. خیلی از کسایی که بیزینس دارن یا خیلی از کسایی که میخوان پرسونال برندشون رو داشته باشن، همین چیزای کوچیک باعث شروع نکردنشون میشه. پس اگر تولید محتوا رو میخوای شروع بکنی یا اینکه وسط‌های راهشی و انگیزت رو از دست دادی و این مشکلات رو داری، این ویدیو برای توه. قراره با هم دیگه تمام این تردیدهایی که به عنوان یک تولید کننده محتوا داریم رو بررسی بکنیم و براشون راه حل‌هایی تعیین کنیم که بتونیم از پسشون بر بیایم. سلام، خیلی خوش اومدی به چنل یوتیوب من. امیدوارم که حالتون خوب باشه. اسم من پرنیانه و توی این چنل سعی میکنیم که راجع به روند تولید محتوامون، ذهنیتمون و ابزارهایی که کمکمون میکنه و هر چیزی که باعث توسعه کسب و کارمون یا بیزینسمون بشه صحبت بکنیم. یادت نره که چنل تلگرامم عضو بشی. اونجا ابزارها، تکنیک‌ها و چالش‌هایی که برگزار می‌کنیم توی اینستاگرام رو با همدیگه بیشتر راجبشون صحبت می‌کنیم و توی اینستاگرام هم همینطور. پس لینکش رو گذاشتم برات توی دیسکریپشن. یادت نره که عضوشون بشی و حتما من اونجا هم فالو داشته باشی. یادتون نره که چنل رو ساب کنید، لایک کنید و حتما برام نظرتون رو کامنت بکنید. حتما همه کامنتاتون رو میخونم. پس بزن بریم توی ویدیو. مطمئنم اگر که میخوای تولید محتوا رو شروع بکنی، یکی از این مشکلاتی که قراره امروز روش صحبت بکنیم و باهاش درگیری. اولین چیز اینه که وقت ندارم که تولید محتوا انجام بدم. هر روز بخوام براش برنامه‌ریزی بکنم، هر روز بخوام ویدیو بگیرم و هر روز بخوام وقتم رو براش بذارم. میخوام بهت بگم که هیچ کس وقت این موضوع رو نداره که هر روز بخواد ویدیو بگیره، هر روز بخواد تولید محتوا بکنه، مگر اینکه کار اصلیش این کار باشه. اگر شغل اصلی، حرفه اصلیتون قرار این کار باشه، باز هم راه حلی داره که میتونه این شکلی نباشه. بهش میگن بچ کرییتینگ. بچ کرییتینگ یه متدیه که تازه جا افتاده و هم اکثر کسایی که تولید محتوای حرفه‌ای انجام میدن از این تکنیک استفاده میکنن. این تکنیک کمک میکنه که شما بتونید برنامه ریزی بکنید، توی 1 یا 2 روز تو هفته‌تون وقت بذارید کل روزتون رو و تمام محتواهای 1 تا 2 هفته آیندهتون رو بگیرید. این کار باعث میشه که هم زمان کمتری صرف بکنید، همین که انرژیتون رو جمع بکنید و بتونید که محتوای بهتری رو داشته باشید، همین که محتوای هدفمندتری رو بخواید پیش ببرید. باعث میشه که استمرارتون بهتر و بیشتر بشه. چرا که شما تمام روزهای هفتهتون رو درگیر این موضوع نیستین و اینکه توی 1 روز 2 روز سعی میکنید که اون بهترین کوالیتی که میتونید رو ارائه بدید. حالا چه شکلی باید این کار انجام بدیم؟ اصلا کار خاصی نداره. شما وقت میذارید توی 1 روز ایده‌تون رو پیدا میکنید، تمام سناریوهایی که میخواید رو مینویسید. توی روز دوم قراره که ویدیوهاتون رو بگیریم. پس تمام برنامه‌ریزیاتون و کاراتون رو انجام بدین که توی 1 روز بتونید تمام ویدیوها رو بگیرید. حالا اگر که توی یوتیوب فعالیت میکنید، شاید اینکه اگر ویدیوهای طولانی دارید این کار براتون سخت باشه و توی 1 روز جمع نشه. مثلا توی 2 تا 3 روز طول بکشه که این کار انجام بدید. بستگی به مدل ویدیوهاتون داره. اما اگر توی اینستاگرام فعالیت میکنید، این کار شدنیه و ویدیوهای کوتاه قاعدتا راحت ترم پیش میرن این شکلی. یه پیشنهادی که دارم اینه که تمام محتوا سازا، تمام کسایی که حرفه‌ای فعالیت میکنن، بر این باورن که آقا شما باید یک جای ثابت داشته باشین که توش ویدیو بگیرین. حالا یه سری ویدیوها شاید شما بخوان کارای متفاوتی انجام بدین، فرمتش متفاوت باشه، مشکلی نداره. اما برای اینکه کار سریعتر پیش بره، خسته کننده نشه، حرفه‌ای باشه و تمام فوکوس آدما روی محتوای شما باشه، بهتره که یک فرمت مشخصی برای ویدیوهاتون داشته باشین. یعنی یک فرمت مشخصی رو پیدا بکنید و امتحان بکنید. انقدر امتحان بکنید تا به اون فرمت اصلی و مشخصه برسین و از اون به بعد دیگه فقط
با همون کادر، با همون صحنه ویدیوهاتون رو بگیرید. چرا این کار خیلی کمک میکنه؟ اولا که کسایی که خیلی مثلا تو کارشون متخصصن میخوان که اینو بگن آقا من براتون محتوای ارزشمند دارم، پس اگر دارم محتوای ارزشمند به تو میدم درگیر این نیستم که همیشه لوکیشن های مختلف باشه. وقت این کار رو ندارم، وقت این که بخوام همیشه تو لوکیشن های مختلف باشم و اینا رو ندارم. پس توی یه قاب، توی یه صحنه سعی میکنم که محتوایی که میخوام رو به تو ارائه بدم. آیا خسته کننده نمیشه؟ خیر، خسته کننده نمیشه. شما مثلا رادیو مگو اگر دیده باشین، یکی از کساییه که الان توی تولید محتوا حرف اول یا دوم میزنه توی اینستاگرام. همیشه مدل ویدیوهای حالا حوزه های مختلف هم میگیره، هر کدومشون قاب های ثابتی دارن. آیا خسته کننده میشن؟ خیر، برای مخاطب جذاب هم هستن. البته که میگم بازم به فرمت و مدل محتوایی شما مربوطه که چه شکلی بخواین انجامش بدین. اما در هر صورت هر فرمتی بخواین ارائه بدین یک چارچوب مشخصی رو دارید. پس سعی کنید که اون چارچوبه رو اول کارتون مشخص بکنید و از این بچ کریئیتینگ استفاده بکنید که زمان کمتری رو صرف بکنید و خسته نشید وسط راه. این استمراره رو با خودتون داشته باشید. دومین نکته‌ای که خیلی از ماها درگیرشیم اینه که من میخوام پرفکت باشم، همه چیزمو عالی بکنم و الان تجربه کافی براشو ندارم و نمیخوام شروع بکنم با این تجربه کمم. میخوام بهتون رو بگم که آقا چیزی به نام پرفکت وجود نداره. همیشه یک لول از تو بهتر، یک لول از تو بدتر وجود داره و تو باید سعی کنی بهترین ورژن خودت باشی. تولید محتوا از اون جور کاراییه که تو اگر بخوای بذاری بعدن شروعش بکنی شاید هیچ وقت شروعش نکنی و شاید هیچ وقت زمان مناسبش برات نرسه، چون که همیشه در حال پیشرفته، همه در حال حرفه‌ای تر شدنن. این حوزه هی داره به سمت پیشرفت بیشتر میره و مطمئن باش کسایی که شروع کردنن که میتونن آروم آروم قدم‌های بیشتر بردارن و به اون سمت برن، نه اینکه بشینی گوشه بگی حالا من این مهارت‌هامو بهتر کنم، حالا این کار انجام بدم بعد شروعش بکنم. من خودم جزو کسایی ام که کمالگرایی واقعا دیوونم میکنه. همین الانشم اینو تو خودم دارم. اما یه چیزایی که واقعا باید بهش غلبه کنید و کنارش بذارین، چون این مسیر طولانیه، واسه خیلی‌ها مسیر کوتاه‌تریه، واسه خیلی‌ها مسیر طولانی‌تریه، اما چیزی که باید تجربه کنی تا یاد بگیری، باید مدل‌های مختلف رو امتحان کنی تا به اون درجه از چیزی که واقعا مد نظرت برسه. مثل روز اول باشگاه اینجوری در نظرش بگیریم، مثل اینکه تازه رفتی باشگاه و انتظار داری که الان عضلاتت بزنه بیرون. اصلا همچین چیزی وجود نداره دیگه. تو باید تمرین کنی 6 ماه، 1 سال تا به اون عضله‌ای که میخوای برسی. پس چیزی به نام کمالگرایی وجود نداره، یعنی چیزی به نام پرفکت وجود نداره در اصل. و درگیر این نباشید که از من بهترها هستن الان خفن‌تر هستن. شروع کنید. تولید محتوا مثل زبان خوندن میمونه، چیزیه که هممون در آینده بیشتر هم بهش احتیاج داریم. پس یک مهارتیه که هر حوزه کاری میتونه کمکتون بکنه. و الان یه چیز مهمی که وجود داره اینه که ما باید تمام مهارت‌هایی که کمکمون میکنه که تولید محتوای بهتری داشته باشیم و یاد بگیریم و سعی کنیم که توی کارمون بیاریم و ازش استفاده بکنیم. سومین نکته‌ای که وجود داره و خیلی شاید ذهن هر کسی که وسط کارم هست و درگیر بکنه اینه که آقا من ویوی خوب نمیگیرم، کلی وقت دارم تولید محتوا میکنم و هنوز نتونستم اون ایمپرشنی که میخوامو بگیرم، اون اینتراکشنی که میخوامو داشته باشم با مخاطبم. بچه این اصلا چیز بدی نیستش. چرا؟ چون که ما هر چقدر این مسیر آرومتر پیش بره، ما تجربه بیشتری پیدا میکنیم، فرمت های مختلفی رو امتحان میکنیم، تکنیک های مختلفی رو توی تولید محتوا امتحان میکنیم تا به اون چیزی که واقعاً برای مخاطب ما جذابه، برای موضوع ما جذابه، برای شخصیت ما مناسبه رو پیدا بکنیم. این صرفا نمیتونه چیز بدی باشه. این فقط یه نشونه است که شما هی بتونید محتوای بهتری بسازین و روی خودتون کار بکنید. فکر نکنید که اگر ویو خوب نمیگیرین حالا مشکل خیلی عجیب غریبی دارید. نه، و شما مال این کار نیستید. نه، شما فقط هنوز فرمت خودتون رو پیدا نکردید که شما باید فرمت های مختلف رو امتحان بکنید تا بالاخره یه دونش رو ببینید که داره جواب میده و همون رو سعی کنید ادامه بدید.
این به شخصه چیزیه که خود من سعی کردم تا امروز انجامش بدم و تجربه بهم ثابت کرده که با این کار میتونین مهارت‌های خودتون رو بیشتر بکنین و بالاخره زمانش برسه ویدیوهای شما دیده میشه. و اینم در نظر بگیرین که همه این ویدیوها نباید وایرال بشن. یه ویدیو کمتر ویو میگیره، یه ویدیو بیشتر ویو میگیره و شما باید سعی کنید که تحلیل درست بکنید تا محتوای بهتری رو ارائه بدید. چهارمین چیزی که وجود داره اینه که خیلی‌ها میگن آقا من دوست دارم تولید محتوا انجام بدم برای محصولم، برای بیزینسم، اما خودم نمیخوام بیام جلوی دوربین. این فقط یک نوع از فرمت‌های محتواییه که شما میتونید اجرا بکنید. شاید بهترین فرمت باشه به خاطر اینکه شما ارتباط چشمی با مخاطبتون برقرار میکنید، مخاطب بیشتر حس واقعی بودن از شما میگیره، اما خیلی راه‌های بیشتری دارین که بتونید تولید محتوا بکنید و چهره خودتون توش نباشه. از اینکه بتونید از انیمیشن استفاده بکنید، از هوش مصنوعی استفاده کنید گرفته تا اینکه اگر محصولی دارین براش بک‌گراند درست بکنید، یه جایی درست بکنید که فقط از محصولتون بگیرید، مدل ها، فرمت های تکسی و حتی وایس اوور ها که شما روی محتوا صحبت بکنید و یک استوری لاینی بچینید و ویدیو بگیرید، تصویر برداری بکنید، روش صحبت بکنید. فرمت های مختلفی هستن که میتونید ازش استفاده بکنید. یعنی فکر نکنید که تنها راهتون اینه که توی هر حوزه کاری بخواید کانتنت کریئتور باشیم، بخوایم فقط بیاین جلوی دوربین. نه، این یکی از راهشه و راههای دیگه هم وجود داره. و موضوع آخری که من نمیدونم چطوری باید ایده پردازی بکنم. اول اینکه یه چالش برگزار کردیم توی اینستاگرام، چالش ذهن محتوا ساز، که از ایده پردازی شروع کردیم. پس حتما اونجا منو دنبال کنید که خیلی نکات مهمی میگن راجع به این موضوع. اما در غیر این صورت میخوام بهتون بگم که ایده پردازی از اطراف ما شروع میشه، از چیزایی که بهش علاقه داریم، از اتفاقات روزمره. از ساده ترین چیزا شما میتونید ایده بگیرید تا اگر بخوایم حرفه‌ای‌تر بهش نگاه بکنیم، تحلیل درست رقبا. چطوری باید این کار رو انجام بدیم؟ باید رقبامون رو پیدا بکنیم، کسایی که تو حوزه کاری ما حرفی برای گفتن دارن و محتواهای خوبی میسازن از هر لحاظی. اینا رو پیدا بکنیم، چه خارجی چه ایرانی، هر دوتاشو باید داشته باشین توی کتگوریتون. محتواهایی که بیشترین ویو رو گرفته، بهترین بازدیدار رو گرفته، تحلیل بکنید. چطوری باید تحلیل بکنید؟ سوالات درستی از خودتون بپرسید. اینکه چیکار کرده که هوک قشنگی داره، چه تصویری گرفته، چه فرمتی رو استفاده کرده، چه تکنیکی رو استفاده کرده. همه اینا رو در نظر بگیرین و تحلیل درست بکنین، محتواها رو ازشون الهام بگیرین و سعی کنید که چیز بهتری از اون رو خودتون ارائه بدین. کپی کردن درست نیست. اینکه شما الهام درست بگیرید، از یه ویدئویی میتونید فرمتش رو در بیارین، از یه ویدئو میتونید لحنش رو پیدا بکنید، لحنتون رو پیدا بکنید، از یه ویدئو میتونید ادیتش رو یاد بگیرید و ازش استفاده بکنید. شما باید سعی کنید که یاد بگیرید چطوری نگاه درستی به محتوا داشته باشید، نگاه درستی به اطرافتون و موضوعات داشته باشید تا ایده خوبتون رو پیدا بکنید. حالا اگر بگیم اول کاری از ترندا، از اخبارهای حوزتون، از اتفاقات جدیدی که توی حوزتون میفته شروع کنید و این میتونه یه قدم محکم و سفت و خوبی باشه براتون برای شروع کردن. اینم از این. امیدوارم که این ویدیو به دردتون خورده باشه و ازش استفاده بکنین. یادتون نره که چنل رو ساب بکنین، لایک بکنین و برام حتما نظرتون رو بنویسید و بازم بهم بگین که چه چیزایی هن که ذهن شما رو درگیر کردن که باعث شدن تولید محتوا رو شروع نکنید. مرسی که همراه من هستین. دوستتون دارم. بوس بهتون. تا ویدیوی بعدی. خدافظ.